شما بخیر دوستان عزیز ارجمند، این برنامه فوتبال تاجیک است و من سهراب شوی فرخشاه. دوستان عزیز، چگونه میدونید ما گاه از ورزشگاه ها و گاه از استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش و گاه از مجموعه ها و تالارهای مختلف برای شما برنامه فوتبال تاجیک را تهیه می‌سازیم و اما موضوع برنامه فوتبال تاجیک یک است. تنها درباره فوتبال تاجیک میگوییم و این شام نیز موضوع ما موضوع فوتبال تاجیک است. برگشت منتخب زنانه تاجیکستان اوید به فوتبال از مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، یعنی به اصطلاح دیگر کافا. و برای یک صحبت ما با صحبت با مهمانی خود دیرکتوری لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان عبدالله ساقیف و سرمربی منتخب بانوان فوتبال بانوان تاجیکستان مصطفی افشاری رو دعوت کردیم. خوش آمدید. و من فکر میکنم که همین کافایی که برگزار شد یک قدم گسترده بود در فوتبال بانوان ما. شما به همین چیز مطمئن هستید یا نه؟ من اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. تشکر برای دعوتتون. خب مسابقاتی که برای کافا 2023 در تاشکند برگزار شد، ما مقصدمون هم همین بود. از اول مقصد ما همین بود که یه تجربه باز رو تجربه دخترامون اضافه بشه، چون مخصوصا در فوتزال، چون ما لیگ فوتزال که نداریم. اساسا اولین هدف ما این بود که بتونیم یه تجربه روی تجربه دخترامون اضافه بشه، بتونیم یه بازی خوبی از خودمون به نمایش بذاریم و اینکه در آخر بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم که بازی آخر تونستیم این نتیجه رو بگیریم که جای سوم رو بتونیم به دست بیاریم. این قدم گسترده است عبدالله در راه رسیدن به هم هدف‌های بزرگی که ما داریم، یعنی رسیدن به سطح‌های بلند فوتبال بانوان تاجیکستان. البته پیش از همه ایساری سپاس برای دعوتتون. البته امروز فوتبال بانوان یعنی فوتبال زنانه در راه رشد است، یعنی ما رشد آهسته آهسته زینه به زینه یعنی رشد کرده ایستادیم و دسته منتخب بانوان که در امسال در سال 2023 در اولین مسابقه کافا که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردید شرکت ورزیدند. ما توانستیم ستاد مربیان و رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته رو پیش از برگزاری این مسابقه، یعنی شروع از ماه دکبر، مشق و تمرینات خود را دسته آغاز کرد و با یادتون باشد در برنامه توضیح با شما هم صحبت بودم و با باوری کامل ابراز داشتم که ما می توانیم در این مسابقه یعنی سزاوار جایگاه نمایان گردیم. نظر به دسته های ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران، چون که در جمهوری اسلامی ایران مسابقه فوتزال یعنی در سطح بلند است، چون که آنها هم سوپر لیگ دارند، هم لیگ یکم دارند و اینچنین لیگایی که در شهر و ناحیه‌هاشون برگزار می‌گردند. این چنین باشد ازبکستان نیز از جهت برگزاری فوتزال مسابقات نیز کمتر در سطح بالایی است و فرق کننده است. بله، نو بسته نگاه نکرده از این کمبودیایی که ما داریم، یعنی نبودن لیگ فوتزالی بانوان بین دختران ما توانستند یک بازی خوب خود را نشان دهند و سزاوار جای سوم گردند. مصطفی، اصولا عامل‌های یک قدم به پیشرفت ما در کافای تاشکند، آن چیزی که عبدالله در اینجا ابراز داشتن همین بود، یعنی تأمین شرایط کامل‌تری که در سال‌های قبلی این چیز. امسال فدراسیون خیلی کمک کردن، کمیته فوتزال مخصوصا حالا خیلی کمک کردن. ما از ماه دکابر سر کردیم مشقامون و تمرینامون رو به صورت پراسموتر که دخترها رو بتونیم ببینیم و ایزبورنی که به ما دادن، اردویی که به ما دادن خیلی کمک کرد به ما. خدا رو شکر. از همینجا تشکر میکنیم از فدراسیون فوتبال تاجیکستان به خاطر این محبتشون. لیکن باز بهتر از این میتونیم باشیم. ما بهتر از این میتونیم باشیم، چون واقعا
من اینو بارها گفتم، نه در فوتبال، نه در فوتزال، نه در خانم ها، نه در آقای ما تالنت بسیار داریم. تالنت در فوتبال تاجیکستان بسیار هستش. ما باز اگه بتونیم شرایط رو از این بهتر بکنیم، یه برنامه 4 ساله 5 ساله بتونیم در فوتزال خانم ها بتونیم داشته باشیم، میتونیم از این نتایج خیلی بهترم به دست بیاریم. خب برای اونی که واقعا هم بیشتر و بیشتر جلب شوند همین بانوان به فوتبال، ما باید چی را راه اندازی کنیم؟ عبدالله مصطفی، چی را راه اندازی کنیم؟ مسلم است که البته وقتی که برای آنها شرایط دیگر مهیا میکنیم این چیز دیگر است، اما وقتی که آنها رو معاش تامین میکنیم این چیز دیگر است، وقتی که برای آنها البته با اصطلاح دیگری بانوس های دیگر میدهیم این چیز دیگر است. یعنی ما باید چیکار کنیم؟ خب شاید تجربه دولت های دیگر را راه اندازی میکنیم که مثلا اونها چیکار کردن. البته در امسال ما تصمیم گرفتیم که مسابقه فوتزال بین دختران رو یعنی راه اندازی کنیم از شروع از ماه نوامبر سال 2023 تا مارت 2024. البته کمبودی‌ها هست در پیشرفت فوتبال بانوان، چون که دسته هایی که ما امروز در فوتبال بانوان داریم همه آنها دسته های مکتب های ورزشی نزد کمیته کار با جوانان هستند. یعنی یگان تا آنها کلوب پروفسیونالی نیست که دختران توانند معاش گیرند، یعنی از دسته همچون یک باشگاه پروفسیونالی نیست. در دیگر دولت ها به مانند ازبکستان و ایران دسته هایی که هست، تمام اون دسته ها دخترانی که در دسته ها یعنی بازی میکنند معاش معین دارند. با قول از 300 تا 500 دلار معاش میگیرند دختران. وقتی که ما دلار بله، وقتی که ما در شهر توشکند بودیم هم صحبت شدیم با بعضن مربی و نمایندگان، باشگاه های فوتبال زنانه آنها در یک سطح پروفسیونالی قرار دارند. یعنی 3 دسته باشگاه بانوان از لیسانس کنونی افریقا گذاشته است که دسته های بانوان ازبکستان توانستند در لیگ چمپیون آسیا بین بانوان شرکت ورزیدند. ما باید زینه به زینه چنانکه که سرمربی قید کردن، ما باید یک برنامه داشته باشیم، برنامه نه با 1 سال با 2 سال پیشروی نمیشه، چون که ما باید یک برنامه داشتیم با مدت 5 سال 6 سال 7 سال تا توانیم زینه به زینه همون مرام و مقصدی که داریم، یعنی در پیشرفت فوتبال بانوان به همون مقصد رسیم. البته ما هست برنامه هایی که ما امسال جاری میکنیم، راه اندازی میکنیم. ولی یکی از آنها فوتبال در مکتب برای دختران که فوتزال است، ما آغاز میکنیم از ماه مارت و اینچنین پیش از همه این آغاز مسابقه تاجیکستان بین دختران یعنی فوتزال آغاز می‌یابد این سال. اولین بار. خوب شاید در تقویت چیزی اعلام میکنید؟ ما باید برنامه 5 ساله 6 ساله 7 ساله داشته باشیم، دراز مدت، برنامه‌ای که این با 1 سال 2 سال ما به نتیجه خوب نمیتونیم برسیم. و اینکه در ادامه گفته‌های عبدالله و سوالی که شما فرمودین، ما حالا شما میگین که چه خیلی میشه که دخترها هوسمند بشن. بله. کسایی که بخوام فوتبال بازی کنن خودشون هوس دارن. کسی که میاد فوتبال بازی میکنه در سرما میاد، در گرما میاد فوتبال بازی میکنه، اون عاشق فوتباله، خودش هوس داره. ما فقط کمترین شرایط رو بتونیم براشون امکانیت رو بتونیم براشون فراهم بکنیم، اونا خودشون میان، خودشون جذب میشن. اگه مثال من برای شما میگم که حالا کمندایی که مثال که مثل کمند سرو، مثل کمند استقلال، مثل حالا کمندای دیگه اگه تشکیل بدن فوتبال بانوان و مثال فقط در همین شهر دوشنبه، شما ببینید که چقدر فوتبال باز خانم میان استقبال میکنن. یعنی ما باید اول این شرایط رو فدراسیون فوتبال تاجیکستان یا کمندای دیگه که بتونن شرایطشو داشته باشن فراهم بکنن، اونا همه خودشون میان. حالا جدایی از این که اصلا به شما بخوان بهشون آیلیگ بدن آیلیگ ندن، حالا برای سرشوی کار، چون واقعا عاشقان فوتبال هستن، ما شرایط فراهم کنیم اونا خودشون میان خود به خود. خب به واسطه با همون 3 بازی که ما در تاشکند برگزار کردیم با همون بگذاریم. بازی اول با ازبکستان بود و دختران ما اصلا بد بازی نکردن. درست است مصطفی؟
فقط ما در بازی دوم و مشکلی عمده دچار شدیم. من میخواهم از زبان شما همچون سرمربی شرح بدهید که چی شد با دختران ما در بازی دوم. خب میگم هرچند که ما بازی یکم هم باختیم، اما به هر صورت چندان بد بازی نکردن. ما آمادگی دیده بودیم. ما بالا 20 روز 25 روز نزدیک به یک ماه با دخترها که کار کرده بودیم آمادگی دیده بودیم و میدونستیم که با تیم ازبکستان اولین بازی که داریم بازی خیلی سختی داریم. کمند ازبکستان کمندی بود که اونا چند ماه بود که تیاری دیده بودن، آمادگی دیده بودن. کمندی هستش که فیزیکی هن، خیلی قدرتی بازی میکنن، فیزیکی بازی میکنن که در فینال هم دیدیم که تیم ایران رو چقدر به مشکل انداختن. ما بازی خوب شروع کردیم. حالا چیزی که از دخترها میخواستیم، حالا سیستمی که میخواستیم پیاده بکنیم، تاکتیکایی که میخواستیم پیاده کنیم، ما بازی خوب شروع کردیم. حالا یه گل خوردیم، بعد یه گل زدیم، 1-1 شدیم و تا دقیقه‌های فکر کنم 15 یا 16 ما بازی 2-1 بود. 2-1 به فایده ازبکستان بود. من اون بازی واقعا راضیم از دخترها. فقط یه شانس، حالا نمیشه بگیم شانس بوده یا اقبال ما بوده که تو اون بازی مدینه کاپیتان تیم معیب شد، بیرون اومد. ما نفری که قفا داشتیم و از دست دادیم، جایگزینش هم کسی رو نداشتیم. اونجا به مشکل خوردیم و بعد پشت سر هم چند تا گل بر اثر اشیبکه هایی که حالا دخترای دیگه انجام دادن خوردیم. ولی در کل من ازشون راضیم، چون واقعا با تمام جون و دلشون دویدن و جنگیدن و ما اونجوری نیستش که ازشون راضی نباشیم. یه خورده از لحاظ فیزیکی نتونستیم باشون مقابله بکنیم. ببینید که وقتی که مدینه جراحت برداشت و از میدان رفت، به نظر چنین میرسید که روح دختران ما اندک شکست. درست؟ بله. مسلم است که مدینه یک لیدر است در میان دختران ما، اما جایگزینی او همچون یک لیدری که عوض کننده باشد نیست در دست. منظور من که مثلا جانانه اونجا قربان و هست و کرینا میرزایی و هست و شاید. خب تو اون سیستمی که ما بازی میکردیم که در برابر ازبکستان یه سیستم دفاعی گذاشته بودیم، اون نفر آخرمون تنها کسی که واقعا خوب میتونست اون کار رو انجام بده مدینه بود و ما جایگزینش رو نداشتیم. اگه داشتیم حتما میذاشتیم جایگزینش رو. میگم متاسفانه ما اگه بتونیم، هستش به نظر من امثال مدینه در تاجیکستان بسیار هست. ما اگه بتونیم اینا رو پیدا کنیم بیایم، اینا جایگزین میتونیم برای سالهای آینده داشته باشیم. متاسفانه جایگزین نداشتیم که فردا باز بازی با ایران که مدینه معیب بود، مصدوم بود، نتونست بازی کنه. شما باز جای خالیشو دیدین که چه اتفاقی افتاد و باز ما بازی با ایران هم خوب شروع کردیم. ما 10 مینوت از ایران گل نخورده بودیم بازی. بله. 0-0 بود. شما اگه فیلم‌های بازی رو ببینید که دیگه واقعا توان جسمانی دخترای ما دیگه جواب نداد، یعنی کفایت نبود. بله کفایت نداد، چون دیروز بازی کرده بودن با تیم ازبکستان ساعت 5، تمام انرژیشون رو گذاشته بودن، تمام فیزیکی که داشتن رو گذاشته بودن. فرداش بازی با ایران، این بازی فوتزال واقعا ما حتی در پسرها هم این مشکل رو پیدا میکنیم که 2 تا بازی پشت سر هم با ازبکستان و ایران دیگه ما از دقیقه مینوت 10 به بعد واقعا دیگه دخترامون توان نداشتن که اون اتفاق افتاد و گلای بیشمار رو ما خوردیم. ولی باز همه اینها من از همه دخترها تشکر میکنم برای بازی که کردن. اگه باختی هم بوده گردن ما هستش. یعنی شما گفتنی هستید که یک فرصت برای استراحت کامل نبود. نبود. بله ما ساعت 5 بازی کردیم با ازبکستان، ساعت 7 بازی تموم شد. حالا تا دخترها جمع میشن، تا میان، تا خونه میان، تا هتل میان، تا دوش میگیرن، تا استراحت میخوان بکنن، اینا همش از انرژیشون کم میشه. فرداش ما ساعت 11 راه افتادیم رفتیم سالن بازی، زل بازی، ساعت 2 بازی بود. یعنی ما کمتر از 17 ساعت استراحت بیشتر نداشتیم. خب این تاثیر میذاره دیگه. ما در فوتزال آقایان هم این مشکل رو داریم که 1-2 روز پشت سر هم بازی میذارن، روز دوم این انرژی ها پایین میاد و اون بازی که باید به نمایش بذارن نمیتونن به نمایش بذارن. ولی خب برای تیم ایران اون مشکل وجود نداشت، چون اونا لیگ دارن، عادت دارن به این مسابقات، برای اونا زیاد مشکلی وجود نداشت. و اینکه اونا 12 تا بازیکن واقعا تیار در لیگ ایران دارن بازی میکنن داشتن که میگم ما هم بتونیم اینو آینده این مشکلات برطرف بکنیم که ما هم
بازیکن‌های خوب جایگزین داشته باشیم که به این مشکلات نخوریم. عبدالله برای شخصا من هم خیلی یک حسابی هنگفت بود براستی، حسابی دردناک بود. چگونه قبول کردین اون حساب و همچون یک مسئولی که به نتیجه این بازی ها جوابگر هستید، چی اندیشه در سر گرفتید که چی باید کنیم همکنون بعد از این؟ بعد از این باختی که ما از جمهوری اسلامی ایران با حساب 16-0 یعنی بازی رو باید دادیم، راستی در یاد یگان چی نیست همون روز و وقت و ساعت، چون که یک باخته بود که تمام فکر و عقیده مقصد از چی سبب برای چی این خیلی شد مقصد ما با خود نآمده بودیم. راستی بعد از اون سر و صداهایی که در شبکه‌های اجتماعی و در شبکه‌های اینترنتی یعنی نسبت دختران و نسبت باخت ما بسیار شد، همه اونها تمام همون گویم نویستند و مقصد وای کردن یک ضرر خودشون میرسد نو بسته به ستاد روانی. البته همچون بازیگران نیست وقتی که بعد از این وایو مقصد خبرهای اس ام اس و خبردار شدن همشون کمتر و افتاده شدن. راستی ما بعد از بازی اومده در مهمانخانه تو خطا نکنم تا ساعت 3 شب با اعضای مربیان صحبت میکردیم، میخواستیم فهمیم سبب هر چیز از کدام سبب، چون که خیلی که قید کردن سرمربی تیم وقتی بازی دوم یعنی میونی در مابین 17 ساعت دو بازی برگزار کردن. بله برای دختران و فکر من کمتر وزبین است. الان میخواستم همینجا یک نقطه رو در همینجا ما و شما بررسی کنیم. آیا در زمانی که همین با اصطلاح همین رگلمنت تهیه می شود آیا با اینوبت گرفته نمی شود همین چیزا؟ من روزی که دیده بودم اینو از 1 ماه پیش من اینو با بچهای فدراسیون فوتبال تاجیکستان صحبت کرده بودم، میدونستم این روزو ما برامون سخت میگذره، حالا نمیدونم اونا رسونده بودن حالا اینو انتقال داده بودن. من بهشون گفته بودم که ما 2 تا بازی واقعا وزبین داریم، یعنی روز اول با ازبکستان، روز دوم با ایران، من اینو پیش بینی کرده بودم. ولی خب دیگه حالا اینو کافا اونجا ما شکایت هم کردیم، حتی با مسئولین برگزاری مسابقات هم صحبت کردیم که اونا گفتن که حالا این به صورت سید بندی بوده. بله هم دیر شدن به صورت سید بندی بوده. گفتیم حالا این درست نیست، حداقل 1 روز استراحت میدادن. شاید عبدالله شما چی به حیث مسئول اعتراض میکردید؟ شاید اوید همون بازی که پای هم یعنی بازی برگزار گردیدن، البته از جانب سرمربی نیز اعتراض بیان کردن طبق همون رگلمنت کافا از روی ریتینگ یعنی بازی برگزار میشوند و دسته میزبان یعنی صاحب میدان تمام بازی خود رو یعنی در آخران بازی برگزار میکنن یعنی در وقت رای میکنن. هم اعتراض خود رو بیان کردیم، ویان نیز به نوبت گرفتن، مقصد فهمیدم برای که ما راستی بعد از بازی چی همون غضبی که داشتیم مقصد چی در دل ما بود همش بیان کردیم. لیکن من میخوام در اینجا یک چیز رو قید کنم که ما باید از گناهکار رو نکنیم. این فوتبال همین است، ما باید در تمام حالات آماده باشیم، باید ما کار کنیم، یعنی هم دختران رو از جهت فیزیکی روانی از همه پهلو یعنی آماده کنیم که دخترها توانند نوبستن و بازی‌هایی که مقصد مدت 17 ساعت برگزار می‌گردد یا مدت 15 ساعت توانند هم بازی خود رو یعنی نشان دهد. سبب اساسی هم به فکر من این در خود ما هست، چون که نداریم ما مسابقه فوتبال بین بانوان دختران و این همه دخترانی که در این مسابقه شرکت ورزیدن از فوتبال کلان میباشد. بله، اون چیزی که شما گناه را به گردن خود میگیرید با قولی که این شما رو البته زیب میدهد. آفرینتون. خوب، البته در پیش بازی با قرقیزستان بود و برای مربی برای شما خیلی ضرور بود که انا همون سخنهای لازمه رو بیابید، برای دخترها بگوید و با میدان برایند و نفوذ و منزلت تاجیکستان
افتخار تاجیکستان رو، آبروی تاجیکستان رو حفظ کنند. چی بودن اون سخنهایی که به دخترها گفتید؟ خب ما روز بعد از بازی ایران استراحت داشتیم، روز بعد بازی ایران استراحت داشتیم، همونطور که اکه عبدالله هم صحبت کردم. ما واقعا تا شب قبلش تا صبح واقعا نخوابیده بودیم از اتفاقی که افتاده بود و یکی از مهمترین کارهایی که داشتیم اون بود که دخترها رو برگردونیم به بازی، چون واقعا ضربه سختی خورده بودن از لحاظ روحی، بله، از لحاظ روانی، از لحاظ روحیه‌ای. حالا جسمانی میدونستیم که یک روز استراحت دارن، خب این استراحت میتونه جسمانی رو واستانابید کنه، ریکاوری کنه، لیکن از لحاظ روحی فقط یک روز فرصت داشتیم که یک جلسه برگزار کردیم، فکر میکنم ساعت 4 بعد از ظهر بود، با همه ستاد مربیان و خود اکه عبدالله هم حضور داشتن. اونجا تونستیم صحبت کنیم و حالا صحبتایی که شد دخترها خدا رو شکر برگشتن، از لحاظ روحی برگشتن به بازی که فرداش تونستیم بازی خوبی و مقابل قرقیزستان برگزار کنیم. بازی که من واقعا حالا زمان بازی انقدر که استرس و اینا بالا بود زیاد متوجه نشدیم، ولی بعد از بازی که ما بازی رو تماشا کردیم دیدیم واقعا فوتزال خیلی خوبی بازی کردن و از همینجا از تک تک دخترها تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدن. حالا این برد مبارکشون باشه که این نقطه شروعی باشه برای پیروزی های بعدی که یه روزی بشه ما بتونیم در برابر کمندی مثل ایران، مثل ازبکستان، مثل حالا کمندهای پرقدرت آسیا، ژاپنیا، اینا بتونیم قد علم کنیم و بتونیم باهاشون مقابله کنیم. بعد از این باخت هنگفت همکنون شما باوری داشتید که دخترها سرجم میشوند برای افتخارمندی تاجیکستان در بازی سوم غالب میآیند؟ واقعا بله، من از همون آغازی که مشق و تمرینات خود رو در دوشنبه آغاز کردن، من از همونجا باور داشتم که دختران ما میتوانند با مدال یعنی به وطن برگردند. پیش از همه راستی میخواستم مینداری خیش رو به تمام بازیگران سر کرده، ستاد مربیان و بازیگرانی که در همین مسابقه شرکت ورزیدن ایثار سپاس بیان کنم، چون که نوبسته از اون کمبودیایی که ما داریم امروز در فوتبال بانوان توانستند شان و شرف ملت تاجیک یعنی پرچم تاجیک رو بلند بردارند. ایثار سپاس به اندازه. بعد از آن باختی که ما از ایران داشتیم، هنگام مجلس صحبت با بازیگران به همه آنها اگر خطا نکنم از 1 دقیقه زیاد من هم صحبت شدم با اونجا. بعد از همه آنها به همه آنها یک چی گفتم من میدونم که شما از همه بهترینید. مهارتی که شما دارید یگان کس ندارد، چه بازیگرای ازبکستان باشد چه بازیگرای وای. من از شما باوری کامل دارم. من میدونم که شما برآمده با سری بلند بازی میکنین، غلبه به دست میارین و ما به وطن با مدال برمیگردیم. دخترها توانستن بعد از همان باخت و سر و صداها سرجم شوند و یک بازی خوب نشان دادن، چون که اکای مصطفی قید کردن راستی وقتی هنگام همون بازی ما همون بازی رو نه اونقدر اهمیت میدادیم، ما فقط با نتیجه بازی، بله ما میخواستیم مقصد نتیجه بازی چشم بستونی همون تابلو که مقصد حساب چند است و چی است یک احساسات بود. بعد از اون که بازی یک قسم اول با انجام رسید، ترس و هراس نیز بودن. ما کو شخصی که بیرون از میدان هستیم، یعنی همچون یک مخلص آفرین با اون دخترانی که مقصد توانستن دوم قسم با میدان اومدن. کار سختی بود که بعد از اون بازی برگردن، این برگشت سخت بود برای هر کسی، مقدور نیست. واقعا ما از همشون تشکر میکنیم دیگه. با دسته ما جایزه فیر پلی دادند، درست؟ خوب چی بودیم؟ خب به خاطر اینکه حالا فکر کنم به خاطر این بود که کارت ژولتی و سرخ و اینا از جهت آداب و رفتار. آره آدم. فقط یه بازی تازه یه دونه فکر کنم من گرفتم، یه دونه جانانه گرفت. آره دیگه. شما برای چی گرفتید؟ خب آخه کنار زمین بازی با ازبکستان بود گرفتم فکر کنم. بله. واقعا خب داورها یه خورده کم لطفی هم کردن به ما دیگه، یه خورده اشتباهاتی داشتن داورها که خب ما هم کنار زمین
ما هم همچون دخترها که توی زمین میجنگن ما هم بیرون زمین نمیتونیم ساکت بشینیم. برای همین یه وقتایی اعتراض میکنیم و حالا داور یه کارتی به ما داد. باشد. این در فوتبال من هم در فوتبال کلان و در فوتبال خود این چیزی معمولی است وقتی که یک مربی البته برای حفظ یگان حالت و برای حفظ یگان بازیگری خود البته اعتراض میکند به او کارت زرد و سرخ میدهند. این چیزی معمولی است، این قبول است. من فکر میکنم که اصولا برگزار گشتن این گونه مسابقه ها اصلا یک نوع بازار هم هست که در اونجا البته بازیگران رو به نمایش میگذارند و البته در اونجا متخصصین زیاد هستند. البته از نمایندگان دسته های دیگر، کلوب های دیگر هستند، با اصطلاح دیگر سکاوت های هم هستند که در اونجا میتوانند که کسی رو انتخاب کنند. خب بودن همین گونه حالت هایی که از دختران ما هم کسی انتخاب شده باشد. البته بعد از برگزاری همین مسابقه 2 نفر فوتبالباز دختری تاجیک یعنی قربانова ҷонона ва абдуллоева нисо ба дастаи сагдианаи ноҳияи ҷизахи ҷумҳурии ӯзбекистон яъне даъват шуданд. онҳо муддати 1 ҳафта дар он ҷо қарор доранд. баъд аз яъне нишон додани маҳорати худ даста метавонад бо онҳо яъне шартнома ба имзо расонад. ин бори гӯем баъд аз мадина фозилова ки дар хориҷи кишвар низ бозӣ кардааст, ин дуюм ҳолате мебошад ки 2 нафар духтари мо яъне дар дастаи сагдианаи ӯзбекистон яъне дар даъват кардан эҳтимол аст ки бо онҳо яъне дар ҳолати гузаштани ҳамон просмотр метавонанд бо онҳо шартнома ба имзо расонанд. یعنی با آهستگی راه ما کشوده می شود. البته خب این دعوت کردن هم خودش یه به نظر من دعوت کردن هم خودش یه پیشروی هستش. بله چون دعوت کردن یعنی این در این دخترها یه چیزی دیدن که دعوت کردن. البته و واقعا حالا دخترای دیگه هم بودن، باز ما دخترای خیلی دیگه هم داشتیم که اونا هم میتونستن باز دعوت بشن. من میگم تالنت واقعا در تاجیکستان بسیاره، ما تالنت بسیار داریم، از لحاظ تالنت و استعداد هیچ مشکلی نیست. اوید هم مسئله دعوت دختران البته دعوت هست، بسیار دعوت بود. مقصد نه که از فرصت مناسب استفاده برده از والدین ها احترامونه خواهش میکردم که مقصد مانع نشوند، چون که شدن حالتی که دختر رو دعوت کردگیم به دسته برای از نظرگذرانی والدین زید بر اومدن. یعنی این حالت یعنی هست، برای وای خواهش داریم اگر پدر و مادران یعنی زید نمیشدند، با فکر من بعد از همین کافه زیاده از 5-6 نفر دختران ما در همون جمهوری ازبکستان در دسته‌های فوتبال دخترانه یعنی بازی میکردن. بسیار خوب. خوش همکنون ما با یک تاب بالیده با گرفتن جای سیوم از کافه تاشکند برگشتیم. خوب در پیش چی نقشه ها و چی قرارهایی هستند؟ البته ما شروع از 6 فوریه آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا با این دختران 20 ساله که در تایلند برگزار می‌گردد آغاز نمودند. بعد از آن باشد دسته منتخب دختران تا 17 ساله که ما امسال هم در مرحله انتخابی جام آسیا و اینچنین در کافه که در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد آغاز می‌یابد و بعدا از آن باشد مرحله انتخابی یعنی دسته منتخب المپی دختران تا 23 ساله نیز آخر ماه فوریه مشق و تمرینات خود را برای آمادگی در این مسابقه یعنی آغاز میکنند. یعنی یک ایده از مسئولیت ها دارید؟ بله، حالا با تمام وجودمون باید بتونیم کار بکنیم دیگه. کار بسیار هستش. سعی میکنیم که حالا دانشی که ما به دست آوردیم و بتونیم به این دخترها انتقال بدیم و همیشه سر بلند باشن این دخترها. شما نمیدونید وقتی که ما روزی که بازی با قرقیزستان رو پیروز شدیم چه خرسندی در روی این دخترها ما دیدیم که ما خودمون هم خرسند شدیم از اونجا. باشد چرا نه. بله، بسیار انجام خوب از جانب مصطفی افشاری، یعنی باشد که ادامه داشته باشد. انا همین خرسندی ها چگونه که در اینجا مهمانان ما ذکر کردن
در پیش یک ایده از چورابینی ها، یک ایده از مسابقات سطحی خیلی بلند ایستادند و البته ما امیدوار هستیم که انا همین خورسندی هایی که ما از کف تاشکند به دست آوردیم همین خورسندی های ما ادامه خواهند کرد و منتخب بانوان ما با موفقیت های بزرگ نایل خواهند شد. برای مهمانان عزیز و ارجمند برای صحبتشون یک عالم سپاس میگویم. برای شما برای کامیابی. دوستان عزیز، در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.